سلام دوستان، آرش طاووسی هستم. از سری ویدیوهای AI فورسل در خدمت شما هستم. امروز می‌خواستم در مورد چت جی پی تی باتون صحبت بکنم. احتمال خیلی زیاد در موردش شنیدید و باش کارم کردید، ولی اگر حالا در موردش چیزی نشنیده باشید میتونم بگم اولین چت بات و هوش مصنوعی بود که در اختیار عموم قرار گرفت. الان فکر می‌کنم هولوش 300 میلیون یوزر هفتگی دارن ازش استفاده میکنن. برای دسترسی به سایت چت جی پی تی میتونید از آدرس chatgpt.com ai.com یا chat.com وارد سایت چت جی پی تی بشید. همونطور که میبینید تمام آدرس ها به chatgpt.com ریدایرکت میشن. قبل از اینکه در واقع لاگین بکنید هم میتونید از سایت چت جی پی تی به صورت رایگان استفاده بکنید، ولی طرح مدلی که در اختیار شما قرار میده مدل 4O مینی هست که کوچکترین و در واقع ارزون ترین مدلی هست که در دسترس قرار داره. برای لاگین کردن و دسترسی به در واقع سایت چت جی پی تی حتما خب باید از فیلتر شکن یا تحریم شکن استفاده بکنید. تعداد تحریم شکن رو من در کپشن این ویدیو قرار میدم که اگر خواستید بتونید از اونها استفاده بکنید. برای لاگین کردن هم شما فقط به یک در واقع ایمیل احتیاج دارید. در اوایل کار خب لازم بود که حتما با یک شماره تلفن در واقع خارجی شما رجیستر بکنید، ولی خب این محدودیت الان برداشته شده و شما فقط با یک اکانت ایمیل میتونید وارد سایت چت جی پی تی بشید. این اکانتی که من الان دارم استفاده میکنم یک اکانت در واقع معمولی هست و امکاناتی که الان به من میده در واقع اون مدل بالاتری هست که چت جی پی تی 4O هست. میتونم ازش استفاده بکنم، میتونم از ادوانس وایس مود استفاده بکنم، یه مقدار ابزار هست که میشه در واقع از اونها استفاده کرد و همچنین دسترسی به اینترنت، ضمیمه کردن فایل ها و اکثر امکاناتی که در واقع چت جی پی تی ورژن پولی یا پلاسش در واقع داره رو میتونیم استفاده بکنیم. البته توجه بکنید که در واقع میزان استفاده شما تقریبا 1/5 اکانت پلاس اون هست. خب شاید براتون سوال باشه که در واقع میزان استفادهتون از چت جی پی تی چقدر میتونه باشه و چه امکاناتی در واقع توی ورژن پلاسش هست که در چت جی پی تی نسخه رایگان وجود نداره. شما در ورژن پلاس در هر 3 ساعت از چت جی پی تی 4O میتونید 80 ریکوست یا مسیج داشته باشید. برای ورژن لگسی در واقع چت جی پی تی 4 40 تا ریکوست میتونید داشته باشید که در واقع تو هر 3 ساعت این ریست میشه و شما دوباره میتونید ازش استفاده بکنید. در واقع پایه‌ترین امکانات رو زمانی دارید که حتی در سایت چت جی پی تی لاگین هم نکرده باشید. در این حالت هم میتونید شما در واقع به صورت رایگان ازش استفاده بکنید، ولی تنها مدلی که در واقع به شما اجازه استفاده میده چت جی پی تی 4O مینی هست که در واقع نسخه کوچیک‌تر شده و سبکتر چت جی پی تی 4O هست. وقتی که در واقع لاگین میکنید شما به ورژن 4O هم میتونید دسترسی داشته باشید که از لحاظ جواب دادن به سوالات شما قدرت بیشتری داره. من فعلا با یک اکانت معمولی وارد سایت چت جی پی تی شدم تا امکاناتی که به غیر از امکانات پلاس و پرو هست رو به شما نشون بدم. در واقع 3 نوع اکانت داریم. اکانت های معمولی که در واقع هیچ هزینه شما پرداخت نمی کنید. بعد میرسیم به اکانت های پلاس که در واقع شما برای داشتن اون باید ماهی $20 پرداخت بکنید و مدل پرو هم که جدیداً اضافه شده و شما بابت اون باید $200 در ماه پرداخت بکنید.
امکاناتی که در اختیار من قرار میده در این حالت مدل 4O چت جی پی تی هست که در واقع برادر بزرگتر همون 4O مینی هست. شما امکانات اتچ کردن فایل، جستجو در اینترنت و ابزارهای دیگه مثل درست کردن عکس یا جستجو در اینترنت و کانواس که در واقع یه اینتراکشنی بین شما و در واقع هوش مصنوعی هست، هر دو با هم میتونید روی یک مطلب کار بکنید و ادوانس وایس مود که در واقع شما میتونید با هوش مصنوعی صحبت بکنید. البته میزان استفاده شما از یک یوزری که در واقع اکانت پلاس رو تهیه کرده کمتر هست. شما ماکسیموم 1/5 در واقع یک کاربر پلاس میتونید از چت جی پی تی استفاده بکنید و اکانت پرو که در واقع محدودیتی برای استفاده از هیچ کدوم از این ابزارها برای اون وجود نداره. شاید بپرسید که خب حالا میزان استفاده ما چقدر هست، اصلا لازم هست که ما در واقع یک اکانت پلاس یا پرو داشته باشیم یا نه. علاوه بر مدل های چت جی پی تی 4o در ورژن پلاس و پرو چت جی پی تی دو مدل قوی تر به نام O1 و O1 مینی وجود دارند که البته میزان استفاده شما از اونها کمتر هست. به طور مثال برای O1 مینی شما در هر روز میتونید 50 مسیج ارسال بکنید و برای O1 پرو هفته‌ای 50 مسیج. خب این مدل ها مدل های قوی تری هستند و میتونن فکر بکنن، یعنی بعد از ارسال سوال و درخواست از سمت شما آنن جواب نمیدن، مدتی رو فکر میکنن و بعد جواب دقیق تر و خیلی بهتری رو به شما ارائه میدن. البته ورژن 4o برای اکثر درخواست های شما قابل استفاده هست و معمولاً چیزی رو جا نمیندازه و کاملاً جوابگو هست، ولی اگر کار خیلی پیچیده تری میخواید انجام بدید میتونید از مدل های O1 و O1 مینی استفاده بکنید. حالا من یک در واقع اکانتی که در اون چت جی پی تی پلاس هست رو برای شما باز کردم. اینجا میتونید ببینید که علاوه بر چت جی پی تی 4o که به صورت پیش‌فرض باز هست، چندین مدل دیگه هم وجود داره. همونطور که گفتم O1 مینی، 4o مینی و در واقع چت جی پی تی 4 اورجینال که در واقع قدیمی ترین مدل هست اینجا قرار گرفته. یک ورژن دیگه هم اینجا هست که همون 4o ولی در واقع شما میتونید تسکا رو اسکیجول بکنید که در یک تایم خاصی اون پرامپت شما رو انجام بده و جوابش رو به شما برگرده. خب بیایم برای مثال از چت جی پی تی بخوایم که قانون نسبیت عام رو برای ما توضیح بده و از همون مدل 4o که به صورت پیش‌فرض فعال هست استفاده بکنیم. خب اینجا بهش میگیم که فکر کنه که ما 5 سالمونه و یه توضیح خیلی ساده‌ای به ما بده. خب جواب خیلی جالبی به ما داده. فکر بکنید که یه ترامپولین دارید و یه توپ بولینگ میندازید وسطش. خب حالا اگه یه توپ خیلی کوچیک‌تر رو به صورت روش قل بدید به صورت مستقیم حرکت نمی‌کنه و در واقع چون اون توپ بولینگ یه شیبی در واقع اون ترامپولین به وجود آورده، حرکت توپ کوچیک‌تر به صورت مستقیم نخواهد بود. بعد هم که گفته حالا به جای ترامپولین فضا رو فرض کنید که در واقع اجسام سنگینی مثل خورشید و سیارات میتونن توی اون فضا انحنای ایجاد بکنن و بعدش هم گفته که قانون در واقع جاذبه فقط این نیست که اجسام از بالا به پایین بیفتن، در واقع هر
جسم بزرگی که در فضا وجود داشته باشه باعث انحنای فضا میشه و این در واقع نسبیت عام انیشتن هست. خب من بعید میدونم که اگر شما این سوال رو از یک فرد عادی پرسیده بودید اینقدر قشنگ با یه توضیحات خیلی ساده‌ای میتونست این مطلب رو به شما برسونه. همونطور که دیدید مدل 4O که به صورت رایگان عملا در اختیار شما وجود داره خیلی راحت از پس این کار برآمد. خب حالا بیاین یک سوال خیلی سخت‌تر رو به چت جی پی تی اووان بدیم ببینیم که از پسش برمیاد یا نه. یک چت جدید ایجاد میکنم، مدل رو اووان انتخاب میکنم. از اونجایی که حتما میدونید با در واقع این چت جی پی تی میشه به هر زبانی صحبت کرد. این بار میخوام سوال رو به صورت فارسی ازش میپرسم که حساب کن یک جسم 1 کیلویی باید چه سرعتی داشته باشه تا بتونه از جو خارج بشه. اینجا خیلی جالبه که وارد فاز در واقع فکر کردن میشه که من اگر این قسمت رو باز بکنم شما جزئیات البته نه کامل ولی قسمتی از چیزهایی رو که داره چت جی پی تی بهش فکر میکنه رو اینجا میتونید ببینید. بعد از اینکه زمان فکر کردن تموم شد شروع به پاسخ دهی میکنه. خب اینجا فکرش تموم شد و حالا شروع کرده به جواب دادن به سوالی که ما ازش پرسیدیم. خیلی جالبه که حالا سوالی که من ازش پرسیدم مثلا گفتم از جو خارج بشه، بعد خودش اومده گفته مثلا از جو حالا مثلا این 100 کیلومتر در نظر میگیرم که یه نکته دیگه ای بود که مثلا آیا مقاومت هوا باید در نظر گرفته بشه یا نه که اینجا مثلا از این صرف نظر کرده و در نهایت سرعت گریز در نزدیکی سطح زمین تقریبا 11.2 کیلومتر در ثانیه باید باشه. حالا نمیدونم جوابش درست هست یا نه ولی خیلی برام جالب بود که این رو به شما نشون بدم که برای این کار مجبور فکر بکنم. خب تو این ویدیو دیدیم که بدون اینکه اکانتی داشته باشید هم میتونید از سایت چت جی پی تی استفاده بکنید و اینکه اگر با یک ایمیل بتونید رجیستر بکنید و به سایت لاگین بکنید امکانات بیشتری در اختیار شما قرار داده میشه. اگر مصرف بیشتری دارید یا میخواید از امکاناتی مانند مدل های قوی تر مثل اووان استفاده بکنید باید اکانت چت جی پی تی پلاس رو تهیه بفرمایید. برای پرداخت در واقع $20 ماهانه هم میتونید از سایت‌های ایرانی که ریال دریافت میکنند و دلار پرداخت میکنند استفاده بکنید. در واقع رجیستر میکنید و اونجایی که قرار پرداخت انجام بشه اکانت رو به سایت‌های ایرانی میدید و اونجا ریال پرداخت میکنید و اونها بقیه کار رو برای شما انجام میدن. متشکرم. تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.